محترم ذبیح الله پروانی هستند، عالم جدید کشور با ما در استودیو هستند و پیرامون دموکراسی چی است و اسلام چی هستند و چه وجه مشترکات و چه تناقضات در میان وجود دارند. یک بحث کاملا اسلامی از ایشان خواهیم داشت. امید داریم که تا پایان برنامه همراهیمان بکنید. خوش آمدید استاد، صبح شما بخیر. سلامت باشین، صبح شما همچنان بخیر. ولی یک تعریف بکنین چی هستند دموکراسی به دید شما؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند الله الاسلام، صدق الله العظیم. نخست از همه توفه ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و خدمت همه بینندگانی که از طریق دریچه تلویزیون ملی ما را بیننده هستند خدمتشان تقدیم کنم. بعد از سلام، موضوع خیلی موضوع جالب و خیلی موضوع مهم روی دست گرفتید. اصلا دموکراسی، کلمه دموکراسی یک کلمه لاتینی است که مردم، حکومت، مردم این را تشکیل کردین و جور کردین. میاییم در بحث اسلام و دموکراسی که اسلام در این باره درباره دموکراسی چی گفته. الله تبارک و تعالی آیه که پیشتر تلاوت کردم، الله میگه بهترین دین به نزد من دین اسلام است. اینمی دین اسلام است که برای همه اقشار، برای همه، در هر نگاه، برای مردم، برای مسلمان، برای حق قائل است. دین اسلام است. این دموکراسی که است، مسائل برنامه دموکراسی که است، دموکراسی یک چیزی که مردم تشکیل کرده. حکومت از حکومت مردم خود یک قوم، یک گروه، یک برنامه. بله، به منظور شمایی که ارشادات الهی قرآن و احادیث منجی بشریت یک نسخه کامل برای بشریت فرستاده شده. اگر ما تحت اصول اسلام زندگی بکنیم، واقعا که به یک دموکراسی خارق العاده و حق و حقوق همه مسلمان ها دو تضمین شده است. و دموکراسی را هم شما به نحو تعریف کردین که یک چیز دست ساخته و یا هم ایدئولوژی و فکرای بشر هستند که او هم متاسفانه کسایی بودند که به خاطر دموکراسی در دورانی که کلیساها در حال رشد بودند، اونها یک چیزی را اختراع کردند تحت نام دموکراسی. بله، تفاوت‌هایش را اگر بیان بکنید که چه تفاوت‌ها میان دموکراسی که غرب تشکیل داده است و دموکراسی که در ارشادات الهی و منجی بشریت و سردار کائنات برای یک نسخه کامل قرآن عظیم الشان که الله متعال برای بشریت فرستاده است، تناقض‌هایشان چه هستند، در کدام مسائل اینها وجه مشترک دارند و یک راه میانه را برای خود اختیار کردند و در چی دموکراسی افراد و تفرید را در بین قرآن عظیم الشان ایجاد کرده هستند. دموکراسی تناقضاتش همراه دین اسلام یک تناقضاتش این است که دموکراسی برای خواهرها، برای یک زن، مثل که در دوران جاهلیت در عربستان در دوران جاهلیت خانه کسی که دختر میشد او شرمش می آمد، حیاش می آمد، حتی از شرمندگی چهرهش تغییر میکرد و از شرم دخترها را زنده به گور میکردن. وقتی که میایه دین اسلام میایه، اینمی دین اسلام میایه که برای یک زن عزت قائل میشه، یک زن مادر میشه، یک زن خواهر میشه، یک زن. بله، دقیقاً با آمدن اسلام حق و حقوق همه برش داده شد. از این هیچ کس چشم پوشی کردن نمیتونه. و ما شما که مسلمان هستیم خب به این افتخار میکنیم که با انتشار اسلام و با این که منجی بشریت معلم فرستاده شد، این ما باعث تو معلمن به خاطر راهنمود بشریت و به خاطر تکمیل کردن مکارم بلند اخلاقی، ما الحمدلله به این افتخار هم میکنیم که مسلمان هستیم و پیرو منجی بشریت و سردار کائنات هستیم. ولی سوال را میخوایم قسم مطرح بکنم که ما از آغاز برنامه تا حالی که بحث میکنن مهمانای ما و ما هم نظریاتی که پیرامونی از این داشتیم خدمت ازان بیننده خود شریک ساختیم. ولی که سوال را میخوایم قسم مطرح بکنم که طبقه ما پیرو دموکراسی و چیزایی که دست ساخته و یا از فکرای کثیف اونایی که بیرون شدن، ما تا چه وقت دامنگیری همچون مسائل باشیم؟ با آمدن امارت اسلامی هم خوشبختانه که ما بیشترین چیزایی که وارد اسلام شده بود و به یک فرهنگ مبدل شده
بود. خوشبختانه از او تا حد توانستیم رهایی پیدا بکنیم، ولیکن ما من حیث مسلمان، من حیث از که پیرو قرآن و حدیث هستیم، چگونه به این فهم و درک برسیم که ارشادات الهی کفایت کننده و بسنده همه امورات معضله ما هم در دار فنا و هم رحلت از دار فنا و پیوستن بر دار بقا همه چیزهای ما را تنظیم میکنن و ما شما را به فلاح و رستگاری میرسانند. ما تا زمان میتونیم که اما آیت قرآن عظیمشان است، الله میگه که شما پوره داخل شوید در دین اسلام. وقتی که ما از دین اسلام درک ما، آگاهی ما، فهم ما درست شود، آن چیزی که الله بر ما دستور داده ما در زندگی خود، در جامعه خود تطبیق بکنیم، هیچ وقتی ما پیرو دموکراسی غربی ها نمیریم. چنان که پیشتر خودتان اشاره کرد. خوب است، ولی برای همین فهم یگان راهکار را اسلام ارشاد کرده که چگونه به این فهمش برسیم، مطالعه بکنیم، باسواد شویم، درس بخوانیم، صحبت‌های علما را داشته باشیم، و یا هم راهکارهای دیگه هم وجود داره یا حکومت‌ها در اینجا مسئول هستند که اونا باید تطبیق شریعت و احکام الهی را پیاده بکنند؟ در این بس که ما میتونیم که حکومت هم سم داره دایی که باید حکومت که الحمدلله حکومت نظام اسلامی است، همه چیزی که قرآن و بله، حکومت باید خدمات عام المنفعه را بیشتر عرضه بکنن، مسئولیت‌های انفرادی را اشاره بکنن. جناب مولوی صاحب، مسئولیت‌های انفرادی که ما میتونیم که هر جوان نظر به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه همگی مسئول است. یک آیه اگر ما یاد داریم برسانیم برای نسل جوان ما، برای یک مسلمان، برای یک طفل ما، وقتی که آگاهی دینیش پوره شوه، آگاهی در دین پوره، معلومات خوبتر پیدا بکنه، ما نمیتونیم جامعه تاثیر خود داره. اگر وقتی که یک جوان غربی، یک جوانی که مثال میایه یک کشور غربی در سر نسل جوان ما تاثیرگذاری میکنه از پخش از طرف رسانه ها، از طریق صفحات مجازی، از طریق ما دینی وقت میتونیم که رسانه های ما، مردم ما جوانان را تشویق بکنیم، بخش انگیزه اسلامی بخششان بدیم. در کتابای اسلامی را قرآن بهترین الگوی، بهترین کتابی است که الله تبارک و تعالی برای پیغمبر صلی الله علیه و نازل کرده. وقتی ما قرآن را داشته باشیم، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و برای ما همه راهنمایی را کرده، اگر زندگی ما را مطابق به شیوه و رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسازیم، همیشه رستگار هستیم، همیشه کامیاب هستیم. هیچ وقت دموکراسی غربی لازم هم هستند برای ما مسلمان ها که زندگی نامه و سیری پیامبر صلی الله علیه و سلم را باید مطالعه داشته باشیم و یاد داشته باشیم که اونا چگونه توانستند که به کمال افتخار برسند و اونایی که در قید حیات بودن و مژدگانی جنت برایشان داده شد. ما هم مسلمان هستیم، پیروش هستیم و اگرچه در آخر زمان هستیم، دین آنچنان سخت شده مثل که یک انگار یا قوق را در دست بگیریم، ولیکن باز هم ما کسایی هستیم که خواب ما و شما هم در عبادت حساب میشه. جان سپاس میکنم مولوی صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. وقت محدود است، نمیتونم ادامه بحث را با شما داشته باشم. خدا شما را خیر بده از اینکه دعوت ما را سلامت باشین. سپاس.